همه را دوست داریم، صدقاً دوست داریم، بنیاد کنیم، آباد کنیم، خوانیم، علم آموزیم، کسب آموزیم، هنر آموزیم که آینده دولت خود را صاحبی کنیم. در دنیا چنین کشور زیبا نظیر ندارد. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخواند، حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخواند. یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند، یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمین گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. آفریدگار مادر را برای زمین می آفرد که مادر جمعیت را، حیات را، زمین را، وطن را آباد کند. وطن پیش از همه این یک مادر است، مادری که فرزندش را در رشد و نموی یک شخص میتواند تربیت نماید. و پیش از همه که ما وطن میگوییم، سراول هر شخص باید مادر خود را در پیش نظرش آورد. چگونه مادری که برای هر یک شخص عزیز است، غمخوار است، مشفق است، مهربان است، وطن هم باید همین گونه باشد. چگونه ای که ما مادر را دوست می‌داریم و وطن را باید از مادر جدا ننماییم. یگون جو اگر سخن کنم از محمد اقبال لاهوری سخن میگویم. یک عبارش همین خیلی است، میگه با آن ملت سر و کاری ندارم که دهقانش برای دیگران کشت. همین مردمی که، ملتی که، قومی که برای وطن خودش، برای سرزمین خودش، برای ملت خودش، برای همسایه خودش، برای شهر خودش، برای کشور خودش اگر جان نکند، افتخار نداشته باشد، ناموس وطنداری نداشته باشد، میگه با او ملت سر و کاری ندارم. هر کسی که این آبادی، این آرامی، این آسودگی را که نمی‌بیند یا کور است یا شاید حسود است که از این چیز لذت نمیبرد. و واقعا در حیات آسوده این روزه ما هر یک سوبیکت، هر یک شهروند باید لذت برد. وطنم جان و تنم، ایمانم، دل و جانم، شرفم، وجدانم. ببینید در اینجا یک چند کاتگوری ها، عباره ها هستند. افتخار، ایمان، غرور، ناموس، صداقت، همه چیز همین ربط میته به وطنداری و به این وطنداری. وطن گفتن پیش از همه یک مسئولیت بسیار بلند را تقاضا می نماید. وقتی که امروز درباره وطنداری ما صحبت میکنیم، واقعا وطن ما امروز آباد است، وطن ما زیبا است، وطنی هست که امروز فرزندان فرزانه این وطن توانستن با انمو کارنمایی خیش، با ان همون عزم و اراده قوی وطن خیش رو در عرصه بین المللی معرفی کرده ایستادند. ما مردمی سربلند می باشیم. ما افتخار داریم که فرزند ملت تاجیک هستیم.
البته را مادر که هستم مهر خودم رو به خاک وطن خودم جان فدا میکنم. جناب عالی با تمامی وجودشان به ملتشان مراجعت میکنند که وطن را دوست دارند، وطن را حمایت کنند و غمخوار باشند، مهربان باشند. برای وطن ابدی بودن ما باید مهر و محبت را نکنیم، با یک دیگر دوست باشیم، غمخوار باشیم. جانم وطنم گوهری پاکیزه نشانی، با سرورین افتری هیچ ملک زبانی. هر شعله که رخشید در آنجا گوهر ماست، اندر دلین کن سرابین اثر ماست. هر باغ بهشتی که سرف راه در این مرز، از فیض هنر علم و عمل از ثمر ماست. جانم وطنم گوهر پاکیزه نشانی، با سرور نک اختری خویش برد زمانی. جانم وطنم گوهری پاکیزه نشانی، با سرور نک اختری خویش برد زمانی. سرمنشه ما شهر و دیهاتی دارا، همریشه بلخ و سمرقند و بخارا. از سلسله داران جهانیم، پیوسته و دل بسته به فردای گوارا. جانم وطنم گوهر پاکیزه نشانی، با سرور نک اختری خویش برد زمانی. جانم وطنم گوهری پاکیزه نشانی، با سرور نک اختری خویش برد زمانی. هدایت‌های رهبر دولت پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمون محترم ولی رحمان گوش میکنم درباره آیین وطنداری است. همین دعوت‌هاش همیشه وقتی میگوید که تاجیکستان به پیش، من خیلی زیاد اندیشه میکنم. من یگان بار نگفتم تاجیکستان به پیش و اینا 10 مراتب من تاکید کردم که هدایت یک کس میکنه پیشوا، عمل باید انمی 10 میلیون 11 میلیون اهالی تاجیکستان بکنند. ما چاره‌بینی های تطبیق کنیم که انما هدایت رهبر دولت عملی شود. با همون صداقتی که ما نسبت به وطن داریم، امکانیت ها باید 10 چند استفاده بریم. امی یک گفتن ما 10 کنیم، 10 گفتن ما 100 کنیم که به چشم خودمون اقلا بعضی از کارهای انجام داده خودمون ببینیم. تاجیکستان را علاقه در مقیاس جهان میشناسند با همین کارهای سازندگی و بنیادکاری، با دستاوردهای بلندی که امروز علاقه جهانیان اعتراف میکنند که در یک گوشه وطنی است که با نام تاجیکستان است. حدود 1 سال خورده من تاجیکستانم. به لحاظ فرهنگی و به لحاظ مکانهای دیدنی، چون من بچه شیرازم در ایران، خیلی زیاد شباهت داریم به هم و واقعا این حس مهمون نوازی رو درشون میبینم و این حسی که ما همه از یک خونیم و واقعا میشه حس کرد در تاجیکستان و مردم خوب و مهمون نوازشون. شکرانه میکنم که تاجیکستانی من، خلق من، مردمی من این بی همتاست و
هر یک رفتار و کردار و هر یک خواهش و هر یک آرزوهای امیدی آنها بر الله اجرا می شود. تمام روی عالم بده با یک خاک وطن من برابر کردن نمی توانم. در دستی توست پرچمی آزادی و زفر، فرمان روایی دیده درا نسیتای من، جان در رهی سعادتی ملت نهاده ای، زین آشانی مهر و وفا مسیتای من. ای خیر خواهی خلق خدا مسیتای من، مسیتای من، هر دم کشاده دستی دو مسیتای من، مسیتای من. دل به هر تپش کند وطن سپاسی تو، میژه تهنه می شود شب به پاسی تو. خط مرز کشورم خط قسمتی من است، خط مرز کشورم خط اسمتی من است. چشم روشنی تویم وطن، تیغ جوشنی تویم وطن، سد آهنی تویم وطن، مرگ دشمنی تویم وطن. و ما نیز نسل جوان باید پیوسته تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت در تمام سمت که فعالیت می نماییم همان گونه باشیم که باید از خود یک چیزی را به نسل نورس داده توانیم و برای همین باید که ما پیوسته از غرور ملی، از نیاگان خویش و از گذشته خویش افتخار داشته باشیم. تربیه وطن دوستی و از خود کردن دانش‌های نوی زمانوی، آموختن کسب و کار، کسب و هنرهای گوناگون تا اینکه در جامعه خدمت کرده توانیم و توسط دانش، توسط فهمش، توسط عقل و فراست ما این استقلال ملی را نگاه داریم. وطن رو برابر مادر خویش موقع و منزلت میدیم. این بسیار یک عباره خیلی بزرگ و نازک است وقتی ما میگیم وطن مادر، لیکن برای وطن رو آباد کردن و وطن رو بر ورد زبان گرفتن ما باید پیش از همه از خود ما آغاز کنیم. وطنداری این یک گوشه ایمانداری میگویند به عباره، واقعا این درست است. ما کوشش نماییم که سهم ارزنده خود را برای پیشرفت جامعه امروزه بگذاریم. خیلی که میگویند علم آموختن از گوهره تا به گور، همین وطنداری هم از همون آوان خوردی آغاز میگردد. ما باید در دل نسل نورس و در دل کودک مهر وطن را ما باید در همونجا تلقین سازیم. در کجایی که ما تاجیکان باشیم، فرزند ملت می باشیم و افتخار آن را داریم که وطن خودمان رو، تاجیکستان خودمان رو حفظ نماییم. این وطن برای من مادر است. وطن این برای من افتخاری، زمین ملک خاک تاجیکستان می باشد. در خاطرم هست آن گریزه هایی که از وطن بی وطن شده بودند و به خواری زاری عمر به سر می بردند. آنها فغانشان، نالهشان به آسمان می برآمد. از پروردگار تولا می کردند که باری دیگر به وطن برگردند و زیادی آنها چنین می گفتند اگر مرگ رسد در بدنم آیا کی کند گورو، کی دوزد کفنم؟ تابوتی مرا جای بلندی ببرید، شاید که رسد بوی وطن بر کفنم.
تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا حواس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را حدیث تن چشم حسرتی گرگان میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما محل باز ذکری نظر صد پارت خانه جهان سازه ز هستی گوهری یک دانه میخوانه تو اما با همه یک مادر هستی یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخوانه وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما 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 بهشتی ما